ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدی. براتون سوال باشه که چرا این لباس رو پوشیدم. بچه‌ها الان ساعت 1:01 شبه، واسه همین آماده بودم که بخوام گفتم که چرا که نه اولین ویدیو یوتیوبم بگیرم و این لباس رو پوشیدم. اصلا دوست دارم اولین ویدیو ما اولش رو انقدر طول بدم، ولی میخوام اول ویدیو تشکر بکنم از همه کسایی که تا اینجا با هم بودن، حمایتم کردن و همیشه پشتم بودن، بهم انرژی دادن. خیلی ممنونم از همتون، خیلی ممنونم از حضورتون. بریم برای جواب سوالاتون. بچه‌ها اولین سوالی که میخوام بهش جواب بدم اینه که چی شد که اصلا تصمیم گرفتم که این کارو شروع کنم. این سوالیه که پرسیدید. خب بچه‌ها راستش همه چیز از اون ویدیو ماتریکس گیم شروع شد که من رفتم اونجا و داشتیم یه سری ویدیو هم میگرفتیم که اصلا راستش بخواین قرار نبود هیچ وقت اونقدر ویو بگیره و کسی اونا رو ببینه و من خیلی نگران این قضیه بودم که اینا ویو بگیرن، چون میدونستم که فضای اینستا ممکنه یه جوری باشه که فعلا هنوز آمادگیشو نداشته باشم، مثلا هیت و اینا. واسه همون نگران بودم که یه وقت یکی از این ویدیوها ویو بگیره و خب اون اتفاق افتاد. یکی از این ویدیوها ویو گرفت و همه چیز از اونجا شروع شد. بعدش ویدیوهای ماتریکس رو گرفتیم، خودم پیجمو شروع کردم و از اون قضیه 1 سال و 2-3 ماهی میگذره و الان اینجا و خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و الان شماها رو زندگیم دارم. پرسیدن که اگه بلاگر نبودم چی کاره میشدم. راستش رو بخوایم من فکر نمی‌کنم که بلاگر باشم، چون بلاگر به کسی میگن که هی از روزمره‌اش ویدیو و عکس استوری بذاره یا هر کارای بلاگی انجام بده که من کار نمی‌کنم. ولی حالا اگه اون کار نمی‌شدم بچه‌ها، من قبلا که بلاگری رو شروع کنم عکاسی و ویدیو برداری پیجا رو انجام میدادم، یه جوری حالت تولید محتوا انجام میدادم برای پیجای دیگه. اگه این کارو نمیکردم الان قطعا داشتم تولید محتوا انجام میدادم برای پیجای دیگه، ولی خیلی دوست داشتم که برای پیج خودم این کارو بکنم که الان دارم انجامش میدم به لطف شما. پرسیدن که تا حالا شده از این که اومدم توی فضای مجازی احساس ناراحتی بکنم. بچه‌ها راستش من از اولین روزی که این اولین کلیپ از من وایرال شد اینجوری بودم که چون خیلی آدمی هستم که احساساتی ام و بیشتر کامنت ها رو میخونم و حالا خیلی هاشون تا جایی که بتونم جواب میدم، اینجوری بودم که قرار یه موجی شروع بشه که به من هیت بدن و اینا و خیلی از این قضیه نگران بودم و بعضی وقتا یه سری هیت ها رو میبینم که میدونید انتقاد اوکیه ها، مثلا انتقاد میکنن و باعث میشه که آدم پیشرفت کنه، ولی یه سری وقتی فوش میدن یا حرفایی میزنن بالاخره میدونید رو آدم تاثیر میذاره. هیچ کسی نیست که بگیم که اگه یه حرف بدی بهش بگین روش تاثیر نمیذاره و قطعا خیلی شده که منم توی فضای مجازی احساس ناراحتی کردم، ولی تصمیم گرفتم توجه هم بذارم روی محبت ها و مهربونی ها و انرژی که بهم میدین. اینطوری یکم سعی میکنم خودم رو آروم کنم. پرسیدن که از چند سالگی کار میکنم و الان شغلم چیه. من از خیلی کوچیکیم کار میکردم. اولین کاری هم که شروع کردم انجام دادنشو معلمی بوده و بعدش هم که اومدم شهرم عوض کردم اومدم تبریز، چون اول تبریز نبودیم و کار تولید محتوا انجام دادم و الانم در حضور شما هستم. آقا خیلی ازم پرسیدین که طرفدار کدوم تیم فوتبالم. بچه‌ها من فوتبال دیگه نگاه نمی‌کنم. سال 2013 2014 بود تا سال 2019 من خیلی فوتبال نگاه می‌کردم، خیلی زیاد، و اینکه طرفدار تیم بارسلونا بودم، ولی بعد از یه تایم دیدم که داره خیلی روحیم تاثیر میذاره، خیلی عصبی میکنه بعضی وقتا، کلا دیگه فوتبال رو نگاه نکردم. ولی مثلا اینجوری هم که بعضی وقتا حالا میشه نگاه کنم و اینا، نمیگم طرفدار تیم خاصی هستم ولی کلا از فوتبال لذت میبرم. و پرسیدین رونالدو یا مسی؟ میخوام بگم رونالدو و مسی. جفتشون هم دوستان، جفتشون هم خیلی اسطوره‌های خوبی ان. داره ویدیو راجع به فوتبال میشه ولی خب میدونید کنار هم ترکیبشون قشنگه. عمل زیبایی و کارهای زیبایی کردم یا نه؟ اینو خیلی یادتون پرسیدین. بله بچه‌ها من بینیمو عمل کردم. یه جورایی میشه گفت عملم درمانی بود ولی زیبایی هم بود قطعاً. از عملم اصلا راضی نبودم بچه‌ها. بعد از اینکه دماغمو اینجوری چسبشو برداشتن، من نصف پوست این قسمت دماغمو نداشتم و نزدیک 6-7 ماه این قسمت بینیم کاملا قرمز بود، حتی نمیتونستم چسبشو بزنم. اون دوران کرونا هم بود، بعد هی میرفتم دکتر و اینا که سرم بزنن و اینا که عفونت نکنه، واسه همین اصلا راضی نیستم. خیلی اسم دکترم پرسیدین، واسه اینکه کارشو دوست داشتم و پیشنهادش نمیکنم اسمشو نمیگم. برید دنبال دکتر دیگه بگردید بچه‌ها. کسی دیگه هم که رفتم پیش این دکتره اصلا از کارش راضی نبودن. نگران سلامتیتون باشید. پرسیدین که وقتی منو ببینین میتونید بیاین سلام بدین و عکس بگیرین یا نه. بچه‌ها من از خدامه که شما بیاین پیشم عکس بگیرین و سلام بدین و همه اینا. خیلی خوشحال میشم که ببینمتون و از قیافم قضاوت هم نکنین. خیلی خوشحالم. فقط بعضی وقتا خجالت میکشم وقتی میام و اینجوری میشم، ولی ته دلم خیلی خوشحالم.
پرسیدین که اگه به گذشته برمیگشتم چی رو عوض میکردم؟ بچه‌ها من از اوناییم که دوست دارم بگم که من اگه به گذشته برمیگشتم هیچی رو عوض نمیکردم، چون اون چیزی که عوضش نکردم بچه‌ها من 100% رشته‌مو عوض میکردم. تجربیات اصلا دوست داشتم، یعنی اونقدر که من عمرمو گذاشتم روی زیست خوندن اینا که الان هیچ یادم نمیاد. یه کار دیگه میکردم خیلی موفق میشدم زندگی. واقعا دوست دارم برگردم عقب و رشته تجربی رو نخونم دیگه. به کسایی که میخوان دمتون گرم، اصلا هیچ کاری ندارم با شما، اون رشته مناسب من نبود. میدونی؟ اگه میتونستم فقط 3 چیز رو از زندگی خودم حذف کنم چی بود؟ تنبلی، از دست دادن آدمایی که خیلی خیلی دوستشون دارم، کم حافظه بودن اما خیلی دوستشون عوض کنم. پرسیدن که اگه یه ابرقدرت داشتی دوست داشتی اون چی بود؟ بچه‌ها ببینید من خیلی به این فکر می‌کنم، خیلی زیاد. بعد میخوام بهتون یه چیز بگم. من دوست داشتم دارک فینیکس رو میشناسین، توی سری فیلم‌های ایکس من بوده. خب اون و واندا این دوتا رو با هم ترکیب کنیم، من دوست داشتم قدرت اون دوتا رو داشته باشم. یعنی میشدم فرای هر چیزی. اگه من اون قدرت رو داشته بودم، ببین دیگه تمام شده همین چیزی، یعنی هر چیزی تمام شده بود. یعنی الان دنیا پر از آتش و اینا بود. پرسیدین چند تا خواهر برادر دارم؟ بچه من خواهر برادر ندارم، تک فرزندم. همین. پرسیدین دوست داری مهاجرت کنی یا نه؟ بچه من نمیتونم، خیلی وابسته مامانم هم، چون که مامانم فقط منو داره، واسه همین نمیتونم مهاجرت کنم، چون ترجیح میدم هر جایی باشم که مامانم هست. پرسیدین که سلبریتی کراش دارم یا نه؟ دارم. جانی دپ و هنری کویل رو خیلی دوست دارم. پرسیدین بلد قرمه سبزی درست کنی یا نه؟ آقا یه چیزی میگم، یه نظریه خیلی خیلی نامحبوبه، ولی من نکشین. من از قرمه سبزی خوشم نمیاد. از قرمه سبزی خوشم نمیاد. اصلا دوستش ندارم. حتی قیمه رو بیشتر از اون دوست دارم و بلد نیستم قرمه سبزی درست کنم. تازه از ماهی هم متنفرم. از ماهی خیلی بدم میاد. یعنی تا الان لب به ماهی نزدم، ازش متنفرم. تو رو ماهی نمیگم، فقط ماهی. هیچ نوع ماهی هم دوست ندارم. مرسی خداحافظ. پرسیدین که چای رو با چی میخوری؟ با قند یا حلوا؟ بچه من چای رو خالی خالی میخورم. میدونیم چون تلخش مثل زندگیمه. آقا خیلی ازم سوال پرسیدی که تو ماتریکس کار میکنم، توی اونور اینور کار میکنم یا نه. بچه‌ها من توی هیچ کدوم از این مغازه‌ها کار نمیکنم و برای من نیستن. من صرفا فقط میرم اونجا و کلیپ میگیرم. کار من یه جوری محتوا، یعنی بازیگری تبلیغاتی انجام میدم و اونجایی هم که میرم تبلیغات، فقط بازیگری تبلیغ برای کلیپاشون بازیگری تبلیغاتی انجام میدم. همین. بعد همشون هم همکارن. بعد این کلیپایی که میبینید همشون سناریوه. همین. نوشتید که خوشباله کسی که هم خودش قشنگه هم زندگیش. بچه‌ها میخوام یه چیزی بهتون بگم که شاید باور نکنید، اینا همش فیک بیشترشون. خب چیزی که تو اینستا میبینید واقعیت نیست. میدونید زندگی هیچ کدوم البته نمیدونم شاید باید اونجوریه، ولی خب زندگی من که گل و بلبل نیست و پر از اتفاقات جالب و نمیدونم یونیکورن و اینجوری از این ور پروانه بیاد، از اون ور رنگین کمون و اینا اسب تک شاخ بره این ور اون ور. زندگی من اصلا اونجوری نیست، هیچ وقت نبوده. واقعیت خیلی متفاوت‌تر از اون چیزی که شما توی قالب اینستا می‌بینید. پرسیدین که غذای مورد علاقه‌م چیه؟ بچه‌ها من غذای مورد علاقه‌م کبابه. من تا صبح می‌رم کباب بخورم. شب، نهار، شام، صبحونه از خواب بیدارم کنید بگی کباب بخور. مثلا و اینکه انقدر کباب خور شدم، قبلا انقدر کباب خور نبودم. دوست سعیم دیانا باعث شد که من کباب خور بشم و الان عاشق گوشتم و کسایی که گیاهخوارن منو ببخشن، چون که من هم گاو دوست دارم هم مرغ. پرسیدین که پاتوقم کجاست؟ کجا زیاد بیشتر میرم و کجا میتونید منو ببینید؟ بچه‌ها من خیلی پاتوقم همینجاست، همین جایی که دارید میبینید، تختم، اتاقم، خونمون. پرسیدین که رشتم دانشگاه چی بود؟ من رشتم توی دانشگاه ادبیات انگلیسی بود. خیلی هم دوستش داشتم. میدونستین که 8 تا قلب دارن؟ یه قلبش خون رو پمپاژ میکنه، تا دیگه‌ش هم خون رو میبره سمت آبشوشا که ازشون اکسیژن دریافت کنه. چه کاری خیلی بهت میگفتن انجام بده ولی انجام ندادی؟ بچه‌ها من میرفتم تبلیغات با اینا ویدیو بگیریم، خیلی بهم میگفتن مثلا سناریوی چیز برو، همین معاوضه 4x5 خیلی بهم میگفتن که این کارو بکنم، ولی من جوریام که نه اصلا. چون ببینید همونقدر که شما اینجوری هستین که میبینید هستین که نه، باور کنید من 100 برابر شما اینجوری هستم که نه، و مطمئن بودم اگه این کارو بکنم شما بیشتر اعصابتون خورد میشد وقتی میدیدین اینجوری بودین که وای بس کن، چون خودم دقیقاً این حس داشتم که وای بسه، واسه همین مثلا انجامش ندادم. یا مثلا بهم میگفتن که بیا مثلا فلان کارو بکن، با فلانی برو تو حاشیه، نمیدونم فلان چو، با این اینجوریام که نه، من مغزم واقعا اینجوری چیزا رو نمیکشه و دوست ندارم به کسی اینجوری به سمتش تیر پرتاب کنم و حاشیه ایجاد کنم. بدبختای زندگی خوشم میکنم. بعد من اینجوری شدم که
نه بیام من ازت استفاده ابزاری کنم. نوشتین یک ضرب در شماره موبایل. یک ضرب در شماره موبایل هم میشه 0938 200. 90% سوالتون این بودش که و من نمیتونم اینطوری باشم که بهش اهمیت ندم چون خیلی پرسیدین. بچه‌ها یه تونه توضیح بهتون بدم. بهم حق بدین که بخوام زندگی شخصیم رو برای خودم نگه دارم و دوست داشته باشم که چیزی رو بیارم علنا توی فضای مجازی بگم. لطفاً خواهش میکنم ازتون به این احترام بذارین. واقعا هر کسی راحت نیستش که بخواد مثلا در این حد چیزای شخصی رو به اشتراک بذاره. خیلی ازتون ممنونم. ورزش میکنین؟ اگه میکنید چیکار میکنید؟ بچه‌ها من داستان ورزش کردنم خیلی طولانیه. من به مدت 10 الی 12 سال والیبال کار کردم و خیلی ورزش دوست داشتنی و من خیلی والیبال دوست دارم. بدنسازی کار کردم، بعدش کیک بوکسینگ کار کردم تا کمربند مشکم داشتم میرفتم که اونم ول کردم. دوباره شروع کردم به بدنسازی. الانم دارم هر از گاهی میرم تنیس اگه حساب بشه. ازم پرسیدین اسم اصلیم چیه؟ بچه اسم اصلی من ریحانه است، ولی از بچگی دوستان همشون بهم رهی میگفتن. واسه همین رهی عادت کردم خودمم. نه که اسم خودم دوست داشته باشم، ولی با اسم رهی خیلی بیشتر احساس میکنم که خودمم. برای همین اگه بشه شما منو رهی صدا کنید. مرسی. پرسیدین پیتزا یا همبرگر؟ بچه کباب. برگر، ولی از بین این دو تا برگر رو بیشتر دوست دارم. پرسیدین که قهوه خور هستم یا نه؟ بچه من قهوه خور نیستم، من چای خورم. من چای دوست دارم. ماچو هم دوست دارم. میدونم اداییه، ولی ماچو با سیروپ توت فرنگی رو دوست دارم بعضی وقتا. ولی قهوه نمیخورم. یه زمانی خیلی میخوردم، تپش قلب گرفتم، معده درد گرفتم، اینجوری که چای. ازم پرسیدیم بازی مورد علاقم چیه؟ بچه بازی مورد علاقه من لاستاواسه که خیلی دوستش داشتم و سرش افسرده شدم و بعد از اون هم ردمشن اونم خیلی دوست داشتم و خیلی سرش افسرده شدم. مخصوصا اون قسمتی که اسبم میمیره. اسب من نه، اسب آرتور. چه شما آرتورات رو شکل نگه می‌داشتین؟ گوشه نگهش می‌داشتین؟ یعنی بردین آرایشگاه خوشگلش می‌کردین. آرتور من انقدر خوشگل بود. ازم پرسیدین این تتویی که روی این قسمتم چه معنی داره؟ بچه معنی این تتویی که روی این قسمتم اینه که من اون زمان فکر کردم که خیلی خفنه، واسه همین رفتم دادمش. همین بود معنیش. معنیش این بودش که من احساس کردم خبره. پرسیدین اگه میتونستم به یه حالت حیوان دیگه تناسق پیدا کنم چی می‌شدم؟ مثلا من احتمال خیلی زیاد گربه می‌شدم و احتمال خیلی زیاد ای با اینم گربه است. و احساس می‌کنم زندگی قبلیم گربه بودم. اینو مامانم خیلی بهم میگه. بچه‌ها یه سری‌ها بهم میگن ازدواج کردی یا نه؟ نه بچه‌ها ازدواج نکردم. ازدواج کجا بود بابا؟ اینا رو از کجاست می‌دارم؟ گفتن راجع به علایق صحبت کنم. این سوال دوست داشتم. بچه‌ها من عاشق گربه‌هام و انیمه رو خیلی دوست دارم. انیمه خیلی زیاد دوست دارم و خیلی می‌بینم. قبلا خیلی بیشتر می‌دیدم. خیلی ناروتو رو نگاه می‌کردم. ناروتو انیمه مورد علاقه‌ام بود، ولی الان دیدم چرا کمتر شده. انگار مثلا تلس شدم. حتی یه انیمه مثلا من 30 قسمت توی روز می‌دیدم و الان 3 تا می‌بینم اینجوری میشم که انگار دارم نفسم در میاد. فیلم و اینا هم خیلی زیاد نگاه می‌کنم. سبک فیلمی که خیلی دوست دارم سایفای علمی تخیلی کریستوفر نولان رو خیلی دوست دارم. آهنگایی که گوش میدم هر جور آهنگ گوش میدم. پاپ زیاد دوست ندارم، رپ هم زیاد دوست ندارم. آهنگای قدیمی ایرانی رو خیلی زیاد دوست دارم و از آهنگای خارجی سبک آلترناتیو راک و متال رو خیلی دوست دارم. همین بندای مورد علاقه هم دفتونز و آناتما. کوینم خیلی دوست دارم. از ایرانی داریوش، همیرا، مهستی، هایده، همشون خیلی دوست دارم. خیلی از اون راجع به سبک آرایش هم پرسیدین. راجع به اون با یه ویدیو دیگه بذارم براتون یه سری تکنیکا رو اینا رو توضیح میدم، چون تو این ویدیو حالت سوال جوابی داره اینجا نمیتونم. تو ویدیو بعدی حتما این کارو میکنم. خیلیاتون گفتین که کاسپلی و اینا انجام بده، حتما این کارو انجام میدم. خیلی خودم کاسپلی دوست دارم. اصلا قبل اینکه این اتفاق بیفته خودم خیلی دوست داشتم که کاسپلی و اینا انجام بدم، که دارم الان یکم تنبلی میکنم، ولی قول میدم خیلی زود و خیلی بیشتر براتون این کار رو انجام بدم. پرسیدین که اگه توی فیلم میتونستم نقش داشته باشم دوست داشتم چه فیلمی باشه و کدوم کاراکتر. بچه‌ها من خیلی دوست داشتم نقش اکتیویا توی سریال The 100 رو داشته باشم. خودش فوق‌العاده بازی کرد، فوق‌العاده بود واقعا نقشش. ولی خب من خیلی دوست داشتم اون نقش رو داشته باشم دیگه. پرسیدین که ناراحت نمیشی بهت هیت میدن؟ مگه میشه آدم ناراحت نشه؟ ولی خودم دارم تلاشمو میکنم که محتواهام جوری نباشه که هیچ وقت به کسی آسیبی برسونه یا انرژی منفی برسونه یا هیچ وقت خدایی نکرده من به کسی توهین بکنم یا یه چیز اشتباهی رو نش بدم. همین، یعنی خودم حداقل اینجوری وجدانم راحت هستش و کسایی که هیت میدن دیگه میدونید چیکار کنم. نمیشه که خب همه که قرار نیست اصلا
پیش میاد که آدما از یکی خوششون نیاد و خب این طبیعیه، ولی مثلا اگه خودم به شخص دوست داشتم اینو یکم تغییر بدم اصلا نمیگفتم که حس میکنم، فقط این بودش که اون قسمت فحش و بی‌ادبیشو دوست داشتم نباشه، میدونی؟ مثلا بیان براکم کنن یا بگن که ازت خوشم نمیاد، مثلا هر چیزی رد کنم بره، بعد توهین میکنم به خانواده یا هر کسی توهین میکنه، آدم واقعا قلبش میشکنه. اصلا پرسیدین پت دارم یا نه؟ بچه‌ها من یه پت داشتم خیلی وقت پیشا، یه گربه کوچولو بود، اسمش آکی بود، نارنجی بود. آکی به معنی پاییز بود چون خودش های پاییز بود و تو پاییز گرفته بودیمش، ولی خیلی کوچولو بود و خیلی زود فوت شد چون خیلی مریض شد. بعد اون پتی نداشتم، اسمش هم اینجا تازه دادم. پرسیدین که با پولات چیکار می‌کنی؟ بچه‌ها من اکثر پولامو خرج مامانم میکنم. بچه‌ها شاید باورتون نشه من بالای 1% خیلی زیادی از پولام رو سعی میکنم برای مامانم خرج کنم، چون حس میکنم لیاقتش رو داره و دوست دارم که به همه چی برسه و دوست دارم که یه زندگی خیلی خوب براش بسازم. پرسیدین که دوست داشتی چی کاره بشی؟ من خیلی بازیگری رو دوست داشتم، از اول بچگی اینجوریام که کاش من بازیگر میشدم، ولی خب نشد. پرسیدین گفتم که بازیگری رو خیلی دوست داشتم. خب بچه‌ها همش همین بود، تا جایی که میتونستم سوالاتون رو تونستم جواب بدم. اگه بازم سوالی باشه سعی میکنم که قسمت دوم بسازم که همه سوالاتتون رو تا جایی که بتونم جواب بدم. مرسی از اینکه اولین ویدیو منو نگاه کردین، خیلی ممنون میشم ازتون که نظرتون رو بهم بگین توی کامنت ها و اینکه اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب و اینا بکنین. باورم نمیشه دارم این حرفا رو میزنم الان. همین دیگه، سعی میکنم خیلی زود کیفیت ویدیوامو خیلی بیشتر بکنم که لایق نگاهاتون باشم. خیلی ممنون که ویدیومو تماشا کردین. مراقب خودتون باشید. خدافظ. این کی خاموش شد؟ خیلی سرم اومدم نورپردازی کنم، همینم خاموش شد. الان داره ضبط میکنه. 1 2 3 1 خدایا. ساعت 2 شبه. پرسیدین طرفدار رونالدو خدا رو شکر خیلی هاتونم دیدن، حتما دیدن. فقط هم کنم هیچ نیست. فقط بعد